سلام عرض می‌کنم خدمت همه دوستان عزیز. امیدوارم که حالتون خوب باشه. من محمد ایراندوست هستم. ویدیوهایی که اینجا میگیرم خیلی تدوین طور نیست دیگه، هر چی که خودش ضبط میشه رو من همونو میذارم و خیلی درگیر تدوین و اینا نمیشم، چون که خیلی دوست ندارم. حالا اون چیزایی که باید بگم خدمتتون عرض میکنم. خب شاید بگین که این چیه توشه تصویر؟ این خب طبیعتا نشون دهنده صدا و آواز که من خب علاقه شدیدم اینه که از این کتاب آوا ضبط بکنم، یعنی مثلا قرآن رو باز بکنم و یک قسمتی رو تلاوت بکنم، حالا چه به ترتیل چه به تحقیق، چون من اساسا قاری قرآنم دیگه. یعنی به این افتخار میکنم که زندگیم رو بر این اساس وقف بکنم که آیات قرآن رو تلاوت بکنم، برای دیگران به اشتراک بذارم و امیدوارم که مثلا این تلاوت قرآن بتونه اندک تأثیری توی وجود یک انسان بذاره، اول توی وجود خودم و بعد اگر خدا خواست تو وجود کسی دیگه. و این کار رو انجام میدم. و یکی از کارهای دیگه که انجام میدم اینه که خب مطالبی که دارم میخونم از آیات بیام اون رو در واقع توضیح بدم بر اساس چیزی که ازش فهمیدم و میدونم و این کار رو انجام بدم. خب ولی حالا فعلا با این شروع میکنیم تا بعدا فعالیت‌های دیگه‌ای که دوست دارم رو باهاتون به اشتراک میذارم و امیدوارم که براتون مفید باشه. یک جمله رو آقای خشایار تاکس، الان توی در واقع اسم چنلش توی تلگرامه، که میگفت که محتوایی رو به اشتراک بذارید که همه این مطلب رو بگن که چطور این آدم این محتوا رو رایگان داره در اختیار ما میذاره. این جملهش خیلی جمله عجیبی بود و من این کار رو میخوام انجام بدم بر اساس حالا چه چیزایی که گفتم توضیحی میدم راجع به مطالب و چیزایی که حالا تو ذهنم میگذره، کلید واژه‌ای که تو ذهنمه. اینم آقای خشایار گفت کلید واژه‌ای که تو ذهن خودت رو باید تبدیل به محتوا بکنی، نه اینکه چیزی که تو باهاش زندگی نمی‌کنی با تو یکی نیست. این خیلی نکته مهمیه و این کارم انشالله انجام میدم و بعد حالا فعالیت دیگه که حالا در کم کم که ویدیو بذارم کم کم با این فعالیت ها آشنا خواهید شد. حالا برای اولین ویدیو اینو فعلا مقدمه بود، انشالله تلاوت خواهم کرد و براتون خواهم گذاشت.